مثل بچه مدرسه یا شدم. این چیه؟ من چه؟ امروز روز سومه از وقتی که بهتون گفتم تب دارم، خستگی دارم، ضعف دارم و مشکوک به کرونا هستم خودم بین خودم. امروز از خواب بیدار شدم. خدا رو شکر. تبم خیلی خفیف شده، هنوز وجود داره ولی خیلی خفیفه. بهتون گفتم به این چشم و این سمتم خیلی زده بود، احساسش نمی کنم. چشام خدا رو شکر خوشگل‌تر از دیروز، 18 ساله تر از دیروز هستم و فعلا خوبم. الانم که مثل بچه مدرسه یا شدم با این همه بک‌گراند خوشگل، آماده شدم برم کارهای اداری اقامتمو اداری اقامتمو انجام بدم. پرینتر نتونستم بخرم به خاطر یه پرینتر کپی کردن و پرینت کردن و اینا باید برم بیرون و دیگه چی خیلی هم زورم میگیره که برم بیرون. 1001 کار دارم بیرونم. اینقدر گرمه، البته از گرمای استانبول هیچ وقت شکایت نمی کنم چون هنوز سرمایه کانادا تو وجودمه. دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ دیگه چی؟ برم اداره اگه اجازه بدین و به فشن شوتون بر نخوره. تیپم برای اداره هستش. میخواستم شلوار جین بپوشم. 100 بار این استوری رو میگیرم، هر سری یه توپقی میزنم ولی نداشتم این شلوار جین تابستونی. الان به من میگین خب برو بخر. راه حل همیشگیتون و تو همچی فاجعه ای باید برم بیرون. الان به من میگین خود جمعش کن، وقت و برم بیرون. فردا وقت اقامت دارم. فردا امیدوارم که تمام مدارکم کامل باشه چون شعبه اقامتی که میخوام برم خیلی دوره ازم. الهی قربونت برم. الهی فداشم، چقدر خوشگل شدی عزیز دلم. کرونا به دور باشه ازت، قربون شکلت برم. حالا شما یادم بیارید وقتی که پروسه اقامتم رو کامل انجام دادم. حالا فردا پس فردا 2 روز دیگه چون بهتون گفتم فردا نمیری. ندا چرا اینقدر نمیتونی حرف بزنی؟ فردا وقتی اقامت دارم یعنی که فردا به من اپوینتمنت دادن، قرار دادن، وقت دادن، نوبت دادن، راندوو دادن که برم مدارک اقامتمو تحویل بدم چون قبلا از طریق سایت به صورت آنلاین اقدام میکنی. شدم روی این کلیدو، اصلا باورتون نمیشه. اصلا هر سری که میخوام برم بیرون استراب و نگرانی منو برمیداره. اینو میذارم تو کیفم همیشه. این دوتا هم اینجا میمونن. احساس میکنم دوباره همچی اشتباهی بکنم. خدا سبز مبز ندیده هستیم ما کانادایی‌ها. بلاگرا گرمه دارم هم عرق میکنم. هر چقدرم اسپری دیودرنت میزنم فایده نداره. باید برم چیز کنم، بوتاکس زیر بغل انجام بدم که تعریق کمتر باشه. اینجا یه خانومی با سگش نشسته تو پارک تو این گرما. اینجا باید با چی بهش میگم بکینی راه بری، اونطوری حال میده. اینجا همه در حال ساخت و ساز هستن. میبینی؟ یعنی دارن برج میسازن، برجای مسکونی البته.
سرسبزه. حالا همچی سرسبزی رو تو تورنتو نمیبینیم، یا اگه ببینیم فوقش 1-2 ماهه. اینجا همش ساخت و سازه، میبینید اینا همه فکر میکنم برجای مسکونی باشه. اینجا همه برجای مسکونیه، همش در حال ساخت و ساز و این ماشین زرق برقی رو نگاه کن. از نظر من هر کی اینطوری زرق و برق چیز کنه خیلی خز و چیپ و ندید بدیده، میدونی؟ و تشنه گشنه توجهه، خیلی خزه. یه سند خونم، ببین چقدر عرق کردم دوباره. برای سند خونم اومدم شهرداری. اینجا کارهای اداریشون بدتر از ایرانه. اینقدر میدووننت، بهت میگم این بر اون بر اون بر. اینقدر بی‌نظمن، اینقدر شلوغ کلوغ و الان رفتم 3 ساعت تو صف ایستادم. به من گفت نیاز نیست، برو همون جای اول یه برگه‌ای بگیر و دیگه نمیخواد بیای اینجا. من 3 ساعت تو صف بودم. قبلا هم اون ساختمون چیز بودم، از اون ساختمون به من گفتم بیا اینجا. محمد صلی علی محمد. وای خاطر یه کار کوچیک قشنگ 3 ساعت تو این بی‌نظمی. خیلی کارای اداریشون بی‌نظم و مزخرفه خیلی. بعد میگی بیا ایران. اینجا ایرانه. اینجا دقیقاً ایرانه، هیچ فرق با ایران نداره. اصلا باورم میشه یه کار اداری کوچیک قشنگ 3 ساعت طول بکشه. اصلا باورم نمیشه. نمیخوام این موضوع رو قبول کنم، هضمش کنم. قرار رو نگاه کنید، دور هم دیگه جمع شدم. این اصغر چرا پیششون نیست؟ فقط تنها بازیش نمیدم. عزیزم چه تیپی زده. عزیزم دم همه کافه هاشون، رستوراناشون. یکی اینجا خوابیده. قولن قول. لگین پوشیدم، بعد اینم هم کوتاهه. همه مردا نگاه میکنن، قشنگم دارم میبینم کجا رو نگاه میکنن. تو عمرشون لگین ندیدن، بدتر از ایرانی ها هستن. عزیزم حداقل سگاشون رو نگاه کنی، مردای هیزشونو. چقدر بزرگم، چقدر مرداشون هیزن. پس کوچه هاشون به خدا اینه کوچه پس کوچه های تهران نیست. و میگین تشریفتو ببر ایران. برای چی آخه؟ من الان ایرانم. خب همچی کوچه پس کوچه هایی به خدا کانادا وجود نداره. خیلی باریکن و سنگ فرشن. نمیتونی مثلا با کفش پاشنه بلند فرشنشو اینجا را بندازی برای یاسیا. حال هوای ایرانو نداره. همچی چیزایی کانادا پیدا نمی کنین. چقدر صمیمیت و میدونی جهان سومی توش خوابیده. بعد آفتابه و من ضد آفتابم نزدم، قشنگ میزنه تو مغزت. یه جایی رو پیدا کردم که سایه باشه. تو سایه اومدم ایستادم کنار این بستنی فروشی که خرابه. ببین این بستنی فروشی که کنارش ایستادم. از پس که شانسم انیه، حتی تو بستنی فروشی هم بستنی نیست. ولی باز خدا رو شکر به خاطر این یک
یه کوچولو سایه. نمیری داری حرف میزنی یه وقتی. گرما چطوری چایی میخوره؟ الو اصغری، میدونی از ساعت چند اومدم بیرون؟ فقط به خاطر اینکه برم شهرداری در مورد سند خونم و چند تا کپی. میدونید قشنگ الان من یه 4 ساعتی بیرونم، به 1001 کار دارم. ترکیه اینجا همش کوچه پس کوچه است، میدونی؟ مرک همش کوچه پس کوچه است. مرک که استوری میگیرم جوشکاریتو شروع میکنی احمق. میبینی همش کوچه پس کوچه است. آخه این چجور شهرداری ریده تو کشور؟ از این گازا باورتون میشه شاید 10 سالی من به چشم ندیدم، از نزدیک ندیدم. وای زغال، این زغال آره دیگه، نه شاید باورتون نشه. یه ربع ساعتی اینجا ایستادم تو این قبرستون، نه تاکسی گیر میاد نه چیزی. الان میگین از اپلیکیشن چیز کن، از اپلیکیشن مثلا نشون نمید، یعنی برای تاکسی نمیفرسته. از اپلیکیشن تاکسی میگیرم دیگه، تاکسی نمیفرسته که مثلا پیدا میکنه تاکسی های اطرافت. انگار تاکسی اطراف من نیست. تو این قبرستون الان 3 ساعت من گیر افتادم. آی مامان عجب سفر گندی شد. ببین نیم ساعت بعد. اول بذارین بگم استانبول طوریه که همش یا رو به پایینه، قل میخوری میفتی، میبینی چطوری رو به پایینه، یا اینکه تپس، مثلا راه رفت رو به بالاست، از نفس میفتی، راه برگشت رو به پایینه. ببین خلاصه من نیم ساعت اپلیکیشن تاکسی اصلا به من تاکسی نمیداد، همش میچرخید، مثلا تاکسی اطرافم پیدا نمیکرد و زنگ هم میزدم میگفتن الان وجود، یعنی تاکسی دور برتون نیست، مثلا ما بفرستیم. شرکت های تاکسی مثلا زنگ میزدن. نیم ساعت من تو این گرما ضد آفتابم نزدم، صورتم همش لک 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 میشه. شما هم مسخرم میکنین. البته لک لک به بعضی میاد، به من فکر نمی کنم بیاد. خلاصه دارم با پای پیاده دوباره برمیگردم. اینجایی که من گرفتم میدونی مثلا چیز مسیر اتوبوس و متروبوس و اینا خوب نداره، خیلی فاصله داره با اتوبوس و متروبوس. با اینکه تاکید کردم من میخوام فاصلش با متروبوس خیلی کم باشه. بعد موقعی که میخواستم بخرمش به این زنی که گفتم کجا هستش این ایستگاه چیز، گفت اینجاست. 2 دقیقه 10 دقیقه بعد راه بری. این 10 دقیقه منظور 2 دقیقهش منظورش 10 دقیقه است. میبینی چطور سرازیری داره؟ وای الان من میافتم. خب بهتون میشه بعد از 5 ساعت پیاده روی؟ بله من همه قفلامو اینطوری میبندم. رسیدم خونه، اینقدر دلم آب میوه خنک میخواد. چیزم ندارم، آب میوه گیری ندارم که برای خودم اسموزی درست کنم. الان بعضیا میگن خب برو الان بخر. الان چی میچسبه؟ او مای گاد یه چیزی که منم میچسبه میارم براتون. دیشب ازش خوردم، نمیدونم خیلی بده شما رو در جریان نمیذارم. دیشب میخورم در جریان نمیذارم. نه اشکال نداره الان در جریانتون. او مای گاد سرده. اجازه بدیم بخورم.